سلام من دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشین. خب دوستان امروز من با یه ویدیو خیلی دوباره جذاب. دوستان همونطور که از تامنیل ویدیو دیده باشین دارم از ترکیه میرم و فکر کنم 6 روز دیگه میرسم به استرالیا و تو این 6 روز هر چقدر سعی میکنم میخوام این ویدیو رو براتون درست کنم. خب شوخی بی کنار، من مرگ حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. لایک، سابسکرایب یادتون نره، کامنت. مرگ و خیلی حس خوبیه، ولی یکم هم خوشحالم هم غمگینم. نمیدونم چرا. حالا توی ادامه ویدیو من اینا رو خواهم بهتون گفت. و هواپیما از استانبول به قطر میره. بعد قطر یه 2 ساعت 3 ساعت اینا میشینن وای میستن برای غذاخوری، یعنی همین چیز میدن دیگه، وقت اضافه. بعد از 3 ساعت دوباره راهش ادامه میده به سمت استرالیا و شهر ملبورن. دوستان برای کسانی که نمیدونن، من توی ترکیه توی شهر کایسری زندگی میکردم و از کایسری اومدم الان استانبولم و 6 روزه که قراره ما تو استانبول باشیم. تو این 6 روز هر چقدر سعی بکنم براتون ویدیو این راهو میگیرم. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. لایک، سابسکرایب بهتون نره. برو که رفتیم. خب دوستان تو این 5 سالی که من اینجا بودم واقعا حتما از خودتون میپرسین چرا ناراحتی که میخوای بری استرالیا به این خوبی. آره من خودم میدونم واقعا خیلی خوشحالم، ولی از یه تیکه قلبم ناراحتم به خاطر اینکه از رفیقام جدا شدم و واقعا خیلی سخته. مثلا یه جایی که زندگی بکنی رو ول کنی واقعا یکم سخته، ولی هیچ عیبی نداره. انشالله رفیقام هم میان، هیچ مشکلی نیست. و اینکه زندگی همینه دیگه، کارش نمیشد کرد. حالا چیزهای غمگینی رو، چیزهای بد رو بذاریم یک کنار و ما باید به تیکه خوب داستان فکر کنیم. بله دارم میرم استرالیا، از این بیشتر چی بخوای ها؟ دوستان الان چیز کشتی، قایق بگم کشتی بگم نمیدونم چی بگم، سوار شدیم. این بواز رو کلن میگرده، یعنی کل اینجا رو اونطوری دور میزنه و فکر کنم 1 ساعت و 1.5 ساعت اینا طول بکشه. واقعا این بالا با اینکه خورشید است خیلی بال خوبی میزنه. همینطوری میبینیم موهام رفت فوا بخیر. خلاصه این پایینا گوشیم نافته، فقط باید مواظب باشم. یکم اون دورا رو بهتون نشون بدم. خیلی کاش که سمیت میآوردم. این پرنده هایی که رو هوا میبینی یا اون پایینا رو میبینی بهش سمیت میگیرن. حالا شاید برن از اون پایین بگیرم، معلوم نیست، ببینیم دیگه. بعد دوستان در مورد پرواز من یه چیزی رو بهتون اشتباه گفته بودم. اول از استانبول ما میریم به دوحا، فکر کنم پایتخت قطر باشه، نمیدونم. خلاصه از دوحا تا قطر 4 ساعت و 25 دقیقه است. بعد از دوحا یعنی همون قطر میریم به استرالیا که اینم فکر کنم 12 و 25 دقیقه بود و تقریبا 20 ساعت ما توی راهیم. واقعا خیلی سخته 20 ساعت. خدا رو شکر توی اتوبوس نیستیم، تو هواپیما حداقل یکم راحت تریم. حالا ببینیم دیگه، کل اونا رو براتون میگیرم من. حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشین. لایک، سابسکرایب هم یادتون نره. اینجا این خوشم شهر، چون این همه دارم ویدیو میگیرم امیدوارم که میکروفون بد نباشه، چون بزنم به میکروفون گوشی تق صدا میاد. بعد همین دیگه، ایزی. لایک، سابسکرایب، کامنت هم بذارین. راستی آدم از اینجا داره بهم نور خورشید میخوره. خب خلاصه اینجا
من یکم باهاتون میخوام حرف بزنم. واقعا خیلی سخته که این کشور رو من ترک کنم. واقعا کشور خیلی خوبی بود. بعد باید بگم که برم اونجا دوباره زندگی جدید، ویدیوهای جدید، ویدیوهای با کیفیت در جون. فقط باشین تو کانال من. و کانالم فکر کنم 2400 سابسکرایب داره، نمیدونم، ولی امیدوارم هر چه زودتر به 3000 تا برسیم. حاجی پشمام 4000 تا شدیم. دمتون گرم برای حمایتاتون. چالی دارم میکنم احمقا، بیشورا جون. اومدم استانبول، قرار برم استرالیا جون. دلتون بسوزه. دارم وای کلم بگیشم. یکم صدای باد کمتر شد. به نظر من الان برای ویدیو گرفتن یکم بهتر باشه. خلاصه بهتون بگم از اون تا باز اینطوری دور زدیم، از اینجا دور زدیم. بابا این کشی گنده جای ویدیو رو گرفته. بعد خلاصه از اینجا دور زدیم دوستان. این پولو میبینی، از زیر اون پول اونطوری دور زدیم. الان رسیدیم اینجا رسیدیم. از اونجا اونطوری دور میزنیم. بعد اون پل اونجا رو میبینین. من نشون بدم به این پل. بعد اونجا رو هم رد میکنیم. بعد بازتور تموم میشه. واقعا خیلی قشنگ بود. الان صدای باد نیست، به خاطر این برای ویدیو گرفتن یکم بهتر شده. شما رو ببرم پایینش عالیه، عالی. چون پایین بیاین با من همراه باشین. خب دوستان، من از باز به خاطر اینکه خیلی صدای باد شدید زیاد بود، ویدیو رو گرفتم. فقط کندش کردم دیگه. مثلا یه ویدیو 5 دقیقه رو تو 30 ثانیه جا کردم. دوستان بیاین اینجا، من براتون یه زنگ خوشگل بزنم اینجا. مردی که میگه نه اولیونه. ما از دلموش اومدیم پایین. بعد پرسیدیم همین پازار مازار اینجا کجاه. بعد گفت باید این جاده رو صاف برین. بعد ما هم داریم صاف میریم که برسیم به همون جایی که همه چی میفروشه دیگه. همه چی توش پیدا میکنین. میگن که مثلا از هر چیزی یه چیزش پیدا میشه اینا. حالا هنوز نرسیدیم. اگه رسیدیم ویدیوشو دوباره میگیرم نشونتون میدم چه جور جاییه. ادامه. خیلی جای بدی اومدیم. مامانم دوباره رفت. آره بابا 3 ثانیه راه میریم. بعد مامانم یه دفعه میره توی مغازه. میگم ماما اینجا چی داره؟ میگه اومدم بگردم. بعد جالبش اینجایی که میره میبینه چیزی نمیخره میاد بیرون. حالا بعد نمیدونم دیگه، هی میریم وای میسیم. آره دیگه دوستان، الان مطمئن باشیم ما این کوچه رو توی نیم ساعت تموم میکنیم. اومد بیرون. دستخالی اومد بیرون. خب من تا اون موقع یکم در مورد استرالیا حرف بزنم. دوستان ما توی هتل هر روز بهمون درس میدن در مورد فرهنگ استرالیا. بعد
امروز توی درس به اون یه عکس نشون داد، 2 مرد با یه بچه کوچولو چیز داشتن سلفی میگرفتن. یه بچه خیلی کوچولو مثلا چند 1 سال اینا. بعد از ما پرسید به نظرت این 2 مرد چه این پسره میشن؟ بعد ما گفتیم دیگه شاید مثلا این یکی پدرش باشه، این یکیش عموش باشه، این یکیش مثلا این باباش باشه، اون یکی پدر بزرگش باشه. بعد معلم گفت نه این اشتباهه. گفت بلکه این 2 مرد هر دوتاش پدر این فرزندن. بعد یه دفعه شروع کرد دیگه، گفت تو استرالیا مثلا توی چیز که داری راه میرین تو جاده مثلا خیلی نرماله که یه دفعه 2 مرد رو ببینین که دارن 2 مرد با هم ازدواج کرده باشن یا 2 دختر با هم ازدواج کرده باشن. این چیز خیلی نرماله. حالا واقعا یه دفعه چیز شدم من، گفتم خاک تو سر استرالیا چی بگم دیگه. بعد دوستان ما الان یه جایی هم که نمیدونم اسمش رو واقعا. بعد خلاصه یه عالمه خرید کردیم. بعد از کوچه که داشتیم رد میشدیم نفر دیدیم داشت رپورتاژ میکرد، یعنی اینکه بیسیمو گرفته بود بعد داشت از مردم سوال میپرسید. یه نفر هم بود با کامرای گنده داشت فیلم میگرفت. اینا خیلی باحال بود. اومدیم بانک پول بکشیم، بهتون نشون بدم اون تیکه داشتن رپورتاژ میکردن. حالا اگه رفتیم بهتون نشون میدم. بعد خلاصه بهتون بگم خیلی باحاله اینجا واقعا. از یه طرف آهنگ فلانه. بعد همین دیگه، بریم ببینیم چی میشه. احمد محسن بالاخره روز پرواز رسید و ما الان توی اتوبوسیم. نگاه نکنیم که اینجا خالیه، اون جلو آدم هست. فکر کنم 5 خانواده باشن توی این اتوبوس. و خلاصه الان صبح زوده، ساعت 6:45 ما از اتوبوس حرکت کردیم و دیگه داریم میریم سمت فرودگاه که فرودگاه هم یکم دوره، فکر کنم 1 ساعت 2 ساعت دیگه برسیم و اونجا باید صبر کنیم دیگه، چمدونامون و اینا رو میدیم. بعد پرواز میکنیم به دوحا یعنی قطر. بعدش 4 ساعت اینا طول میکشه. بعد اونجا 2 ساعت هم وقت غذا به ما میدن. بعد از 2 ساعت نمیدونم 2 ساعت یا نه، حالا اونطوری گفتم. بعدش از دوحا یعنی همون قطر پرواز میکنیم به استرالیا که این هم فکر کنم 12-13 ساعت اینا طول میکشه. یعنی کلا ما توی استرالیا 20 ساعت تو راهیم که خیلی خسته کننده است. توی گوشیم یه عالم بازی و فیلم و انیمه و سریال نصب کردم که توی راه ببینم مثلا سر نبگم. همین دیگه. انقدر طلوع آفتاب میگن غروب واسه حالا طلوع آفتاب قشنگی که نگارم این صبح. دوستان بهتون یه چیزی بگم، صبح زود که بیدار میشین حوصله ندارین بیدار شین، ولی وقتی صبح زود که بیدار شین خوابتون بپره واقعا خیلی خوبه، واقعا انرژیتون میره بالا و اینا. بعد لایک و سابسکرایب بهتون نره، کامنت حتما بنویسین. امیدوارم هر کسی که این ویدیو رو نگاه میکنه به کشور دلخواهش بتونه بره انشالله یه روزی. خب دوستان همطور که میبینه الان توی فرودگاه
استانبول نشون بده برای فرودگاه دوستان خیلی گنده است. شما الان یک قسمتش داریم میبینید. بعد داریم میریم به جایی که چمدون اینا رو بزنیم. بعد بکنم بلیط اینا میگیریم نه؟ بلیط گرفتیم. بلیط گرفتیم حالا نمیدونم. البته که میبینید کل اینا رو من دارم هم میکنم. ماما میایمش؟ البته هم کردنش راحته چون یه چرخه که حالا نمیدونم آجی ناموسن اینجا انقدر شلوغه که نگو. انقدر گنده است. الان گفتش که برای اینکه بریم پیش هواپیما باید 20 دقیقه راه بریم. یعنی فکرشو بکنید دیگه. فرودگاه انقدر گنده است که ما بخوایم پیش هواپیما بریم 20 دقیقه باید راه بریم. باز کایسری که بود چند ثانیه‌ای بود. بعد خلاصه اینجا واقعا خیلی قشنگه بکنشون بدم اونطوری اینا. بعد مرتیکه گفتش که فرودگاه استانبول توی دنیا دومین بزرگترین فرودگاه دنیاه. نمیدونم دیگه راست میگه یا نه ولی واقعا گنده است دیگه. توی بهترین فرودگاهش اومدیم. استانبول فکر کنم 2 تا فرودگاه داره. توی بزرگترینش اومدیم ما. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım, baba nerede çarşafım? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. دوستان رفتم توی هواپیما نذاشتم فیلم بگیرم گفت اگه میشه فیلم نگیره اینا. بعد الان اومدم نشستم از بیرون یکم براتون بگیرم. مرتیکه نگاه خلاصه خوبه دیگه بهتون بگم چیزی کم نیست. حاجی ما تازه از بیدار شدیم. بعد اومدیم از پنجره بیرون نگاه کردیم. نگاه کنیم چقدر صافه. اینقدر صافی تا حالا دیده بودیم واقعا. بتون از نزدیک بهتون شد. اگه اینو بهتون نشون نمیدادم نمیشد واقعا. این دستشویی قطره همونطور که میبینیم فرق داره. مثلا اونجا شیر نداره که از اینجا شیر بخوره و پیجاش از اینا دارن اونطوری میشن یعنی نرمال دیگه با خدا. و خلاصه همین دیگه. اونجا هم چیزه دستشوییش هم فرق داره. برای اولین بار قراره بشینم رو این دستشویی نمیدونم با چیکار الان توی فرودگاه دارن اذان داد و خیلی از سلام اینا داره سلام میده. دهنم گم داره اولین بار میبینم توی فرودگاه اذان اینا رو پخش کردن. و قطرینه های دیگه باید خلاصه بگم که خیلی قشنگه اینا. الان داریم سمت هواپیما میریم که بعد بریم استرالیا ایزی
حتما پیش ما باشین و سابسکرایب کنید. سرسبز ترین فرودگاهی که تو عمرم دیدم، خیلی قشنگه. از فرودگاه دیگه فرقش اینه که خیلی سرسبزه، دورش قشنگ سبزه و رنگ سبز اینا. بعد خیلی هم گنده هم هست. ایزی. خب دوستان رسیدیم استرالیا بالاخره. اینجا هم آب، اونجا هم سیتیه. این هم از آخر ویدیو. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک سابسکرایب یادتون نره. اگه لایک نکرده باشین خاک تو سرتون، سابسکرایب نکرده باشین خاک تو سرتون. بعد هیچی تا ویدیوهای دیگه، خدا نگهدار.